کجا باشه بابا؟ مختا کفته هستم. چی خیلی بابی؟ نه من خودم طرف فیران کردم. در بیا. او مختا فیروت کردم. در بیا که این روز بابی. چی گپ بای خط سراسیمه این نصرین نیست اینجا؟ سراسیمه؟ ها. چه خیلی سراسیمه باشم؟ چون که نصرین نیست تاب خیره. با همین خیلی حالت وقتت خوش باشه. گاو ما دزدیم. وو. ها. ای کجا؟ گاو ما همین گلمخ اینا تا خوی کردیم دزدیم بردیم. ای کجا دزدیم؟ ای درونی آقل. وو. ها. ای درونی خون. بچه‌ت کجا رو نگاه میکنه؟ 10 تا بچه داری بچه‌ت کجا رو نگاه میکنه با؟ بچه‌م که ما تواره بچی چاقان می داشتم من طرف را میکردم. او بچه‌م یک تاک شد. اگه زن دادم نیم روزای خواب میخیزم. یا دیگهش باشد تولدچی چه روز تا بگر فقط در خانه مردم. او زینه سه بچه. و یا دیگهش مایده که او رو چی میگی؟ خواهی که فیروش که کجا داری؟ آرزوبک! آرزوبک! آرزو؟ حالا تو باید رو ببین. این بچه من ای خود دلم پره همسایم اینا گاوکو گاوکو؟ گاوکو یا کی پاک؟ نمیدونم ما بگونی در آغول بود. ای گاوا ای تایفوک تون دزیدن چی خیلی در آغول بود؟ دزیدن گاوا؟ گاوا دزیدن برات بغاری گلمخش یگان چی نمیایی؟ ای فهمیده؟ گاوا دزیدن اکد کو؟ نمیدونم ای توی آمد خوابه. وو برات درام فیران فرش کو؟ بوده ویجا فرش کو؟ اکد فیران این بچه تو نمیشان خبر ندارن نمیشان بچه تو نمیشان این تو همسایه خبر داری بچه های ما بپروا گشتی هم اینه من تایفوکش دزیدن کی میدونه او گاوی مرا دل جگرش بیریان کرده اولی کای کی میدونه ایشانی شیرچای تیار شی دوتا وو با نخیلی دهد کف کنه شیرچای شبی خواه میبینی دیگه شیرچای میگه شبی خواه دا شیرچای شیرچای گاو کو گاوکو ها کو گاو کجا دای گاو اوتو اخی من ایسی شما به رو یا نزنیشه میزنمش ها گاو کو من شما رو هازین دیدم گوه که جو میدونم اینا اکم اینو چی بگم ای گاو ایم تایفوک تون دزیدن خبر نمیشین شما خبر خیلی خواه تانکا وری خواه میکنی ها نو امیتا گاو کو اینجا بیا گاو کجا دای گاو کجا دای اوتو کجا من داری؟ شاید توی دابد موقع نمیدونم حسد قیون اینجا بیا اینجا بیا خودت دیگه بیا اینجا بیا خدا در رو برو لیواسکات برو یا لیواس دیگه بپوش تغییر بگیرد گوکوی برو بجو تست کن اینجا بیا بابی بیا بریم این ادرون را بینیم که میایم شو خیام الان جو تغییر بده که خودت میدونی پیش رایسه پیش رو رقتی اکت پیش رو پیش رو بیا بابی رفتیم همون خودت جرو خدای پر هم بچه میشه میدونی گپ نمیفهم یا که گاو همون جاده غیر نزده باشه جر نشده باشه که خدا چیکار ایزانی ما اگه خودی ده چی سر کتی است ایت خستی جوروب گیرشتی دست زنک جان آخه مردک جان تایی ترزا ای روز 8 مارت اوچم یا خونو چیرکین گفتم برو گوش کن پرتو جروه پرتو ها چی دا؟ اینا می اپا مکو 3 ساله شوش جواب شد دیگه دمی خونه شیسته هم تکرگی قارت کردگی چیکار میکنم میرو پرتو جروه او گپ دما که فقط هم تا قرط کدگی میشینه اخی یک اومده یا بر یاردم نمیکنه اخی خمایلش هم تگی ترزای خودم رو برو ویسنوش پرتو خورسان نشه همیجا رو میروم تمام من میدونستم اخی رحمت بچه جان دیدی اخی انا 8 مارت چخل نقص خوش آمده ایچ تا نقص یه بیا زنه ایتا میقپم ایتا میروم ها میگم مامی رادیو رو در روزی توی ما توفه کردن ها اوتم قطی اوچم خریدک در اوتا تو اوچت جان موخی خسر داشته باشی خشتومن داشته باشی همه خیلی بوشه این با کار میکنه ای مردک چی اوچیما تو دا مزاقه چیزی که نمیاره تو دا چیزی نه با کار نمیکده یا برمان کار میکنه خیلی جنجال نکن من کی گفتم مزاق نه قزاق من لازم میمونمش کار میکنه خیلی کمونه
خدی رسای داری که دختری لب شکر با چشمکای خماری کردی مرا در بدر خدی رسای داری دختری لب شکر با چشمکای خماری کردی مرا در بدر نمیخواهم تو را از یاد برارم با شاهی عاشقان فیغان برارم اگر شاهی عاشق بزرگ باشد مرا زار دهند تو را نیارند اگر شاهی عاشق بزرگ باشد مرا زار دهند تو را نیارند خدی رسای داری دختری لب شکر با چشمکای خماری کردی مرا در بدر خدی رسای داری دختری لب شکر با چشمکای خماری کردی مرا در بدر عشقمان یک جای باشد و مثل مردمان همسایه باشد بدیه قول و وعده های هر دو جدای بین هر دو ما نباشد بدیه قول پینجه اوتا پینجه آخه همین سهر خسته مکو روزی ده گفتم میزنم خسته همجا رو رفته است من نگاه دارم یا که تو رفته هستی وای نگاه داره نه من رفته استم وای رفته استم نگاه که آدمی همین نگاه که چشمات کلان ہوئی که نگاه که همین تو نگاه که باید که ایرم ندوزن نگاه که اوتا همین سهر کتی همین دستبای آدم خراب میکنی چرا دیزدنی قبوی ما میکنی؟ در همین خانه بغیر همین دیگه یگان چیز نیست تو نگاه کنی خواهد چرا نگاه کنم میره دادی ما که نگاهش کنم گاو کو گاو نگاه کنم ما گاو آقیل ده آقل ده که برا بغیر گلمخش یگان چی میوی که برا اینجا بیا بیام نمیوی اینجا بیا چی با آخی؟ گاو دزیدن وو ها کی؟ اومد بدانم تره میپرسم ایره بینه و تو باشه نگاه که همین تو نگاه که با ایرم ندوزم گاو آقیل دوزیدن؟ ها چه دوزیدن؟ الان میخوای دوزیدیم گاو آخی ما اوتا ای کجا میدونم که گاو دوزیدن همه کشم رادیو رو ادامه برنامه اخبار بگید اصلا یک چیزی خوب سر میشه دارم میکشم چند اخباری کریمینالی اینجا بیا شام گذشته یک دسته سلاح به دستان غارتگر بزرگترین آثارخانه دنیا را غارت نمودند. مایکل جکسون در ایتالیا سفری هنری داشت. ضمن برآمد نمودن هنرمند قالب از پردازخانه او گردنبند طلایی‌اش را که $1,000,000 نرخ داشت دزدیدند. در ساحل جزیره کوریل راهزنهای دریایی کشتی میلیونیم را به یغما بردند. اخیراً ماشین دزدان автомاشین رایس هنرمند مشهور یوسف کابزون را بردند. از روی این قضیه ها تفتیشات ادامه دارد. اینا بینه ای خود بریتانیایی کبیر گاب میزنی ای فرانسیا گاب میزنی ای جزیره های کوریل گاب میزنی ای روسیه گاب میزنی همین گاوا ای تدی فکت برد یعنی ایر گاب نمیزنی اوتا وقت سرم توفه کردن اوتا